به نام خدا با تقدیم سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم همتان خوب و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از مضمون بیولوژی صنف دهم میخوانیم. این درس ما درباره زنجیر غذایی، شبکه غذایی و هرم انرژی هست. شامل صفحه 105 الی 108 کتاب بیولوژی صنف دهم هست. کم کم در آخرای کتاب قرار داریم. موضوعات مختلف را خواندیم و ما امیدوار هستم شما همه روزه درس‌های گذشته را تکرار کنین و وقتی ما درس جدید میخوانیم شما از اون طرف درس‌های گذشته را فراموش نکنین. امروز درس ما بسیار یک موضوع ساده هست، یا گفتم میتونم یک موضوع تکراری هست، چون ما این موضوع را در صنف‌های پایین هم داریم و شما در صنف‌های پایین‌تر هم با زنجیر و شبکه غذایی آشنا هستین. با او خاطر چون درس امروز ساده هست، پیش از پیش براتون میگم که امروز باید درس هایی که مرتبط به بخش های سخت کتاب ما بود، علم ژنتیک، علم وراثت، قوانین مندل، همه اونا را تکرار داشته باشین و این درس ها را با یک بار توجه و دقت همه موضوعاتش را یاد میگیرین. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب شاگرد عزیز، اهداف درس امروز ما این هست که شما شبکه غذایی و زنجیر غذایی هر دوی موضوع را بفهمین و مطلبی که از این میرسه بر شما کاملا واضح شود و همچنان بفهمین که هرم انرژی به چی گفته میشه. روی همه این موضوعات در درس امروز بحث خواهد کردیم. شاگرد عزیز، بخش اول درس ما درباره زنجیر غذایی هست. شاگرد عزیز، قبل از اینکه من درس را براتون تعریف کنم یا اینکه بر شما واضح شود که خود زنجیر غذایی فود چین چی را میگه، من براتون یک مثال بسیار ساده میتونم. اگر در نظر بگیریم همه ما و شما روزانه از غذاهای متنوع استفاده میکنیم، در کنارش از نان استفاده میکنیم، نانی که همه روزه در دسترخوان همه ما شما هست از گندم آماده شده. همین نان را اگر ما در نظر میگیریم و وقتی که شما این را نوش جان میکنین، با خوردن او کربن، نیتروژن، هیدروژن، عناصر مختلفی هست که همه اونا در اثر خوردن همین نان که گفتیم از گندم ساخته شده برای شما انرژی میبخشه و در بدن شما همه اینا ذخیره میشه، به خاطر که همه این مواد در نبات گندم موجود هست، ذخیره شده هست. منظورم چه قسم هست؟ اگر در نظر بگیریم خود نباتات موجودات زنده‌ای هستند که شامل گروه تولید کنندگان هستند. یک نبات خودش غذای خود را تهیه میکنه، نبات عملیه فتوسنتز را انجام میده و طی عملیه فتوسنتز هست که غذای خود را ساخته میتونه. به همین شکل وقتی که تحت تاثیر نور آفتاب یک نبات از کربن دی اکساید هوا و از آبی که ما به همون نبات میتیم که آب از ریشه جذب میکنه، کربن دی اکساید را از هوا میگیره، تحت تاثیر نور آفتاب در قسمت سبز نبات که کلروفیل را شامل میشه، در اون قسمت عملی ترکیب زیایی یا فتوسنتز را به پیش میبره و باعث میشه از همین مواد اولیه مثل کربن، مثل آب، مواد عضوی بسازه که هم خودش از او تغذیه میکنه و هم او را در خود نبات ذخیره میسازه، در خود ذخیره میسازه و زمانی که ما و شما از اون نبات استفاده میکنیم و میخوریم، با خوردن اون نبات او انرژی در بدن ما همچنان آزاد میشه. این نشان میده که یک مقدار انرژی انتقال پیدا کرده میره و از یک موجود زنده به موجود زنده بعدی میرسه. شاگرد عزیز، مثال گندم بسیار واضح بود. نبات گندم دارای عناصر مختلف، مواد مفیده مختلف هست که با خوردن از او در بدن ما اینا ذخیره میشه و از قبل هم در خود نبات ذخیره بوده. پس ما همین اگر در نظر بگیریم و موضوعی که روز قبل هم بر شما اشاره کردم، خود موجودات زنده را با هم دیگه در نظر بگیریم، ای که موجودات زنده با هم عمل متقابل دارن، به هم نیازمند هستن، هر دوی موضوع را کنار هم اگر در نظر بگیریم میفهمیم که اینجا یک زنجیره ایجاد میشه، زنجیره‌ای که به نام زنجیره غذایی او را یاد کرده میتونیم. شاگرد عزیز، خود زنجیره غذایی را اگر براتون تعریف کنم، عبارت از یک مدل ساده هست توسط
علما و دانشمندایی که در بخش ایکولوژی تحقیقات را انجام دادن که به نام ایکولوژیستان یاد میکنیم، اونا همین موضوع را بحث کردن و چگونگی جریان مواد و انرژی را در داخل یک اکوسیستم که از او استفاده میشه بیان شده و همه این موارد ما به صورت یک زنجیره اگر در نظر بگیریم زنجیره غذایی نام میمانیم. من میایم بر شما 3 موجود را مثال میتم. هر کدام اینا یکیش نبات هست، 2 تاش هم حیوان هست. اگر در نظر بگیریم یک نبات موجود هست، ما این نبات را موجود زنده قبول داریم و از این نبات یک حیوان میآید و تغذیه میکنه. زمانی که او حیوان از این نبات تغذیه کرد، مقدار انرژی که در اون نبات ذخیره بوده در حیوان اولی که از او استفاده کرده هم ذخیره میشه. حال زمانی که یک حیوان دومی میآید و اونا گوشتخوار هستن، از حیوان اولی تغذیه میکنه، همو مقدار انرژی شاید به همو اندازه از همو نبات نه، اما به یک مقداری که در بدنش ذخیره باشه در حیوان دومی هم ذخیره میشه و ما میگیم که این یک زنجیره هست که بین موجودات زنده وجود داره و زنجیره غذایی نام میگذاریم. پس شاگردای عزیز، شما میفهمین که حیوانات که عبارت از مصرف کنندگان هستند، بعضی از اونا مصرف کنندگان اولی گفته میشه، مثل حیوانات کوچکتر که اونا اکثرا از نباتات تغذیه میکنن. مثلا اگر یک خرگوش را در نظر بگیریم، اگر آهو را در نظر بگیریم، اونا از یک نبات تغذیه میکنن. و حیوانات بزرگتر مثل یک شیر، مثل یک روباه، اونا میاین و از حیوان اولی تغذیه میکنن، گوشتخوار هستن و هر 3 اینا پشت پشت نبات مصرف کننده اولی و مصرف کننده دومی و خود نبات را هم اگر تولید کننده نام با نام، هر 3 اینا زنجیره غذایی را ساختن و این ساده ترین نوع زنجیره غذایی هست. پس شاگردای عزیز، در یک زنجیره غذایی هر موجود زنده یک سطح غذایی مشخصی داره که باعث انتقال انرژی در همون زنجیره میشه. خب شاگردای عزیز، حالا درباره موضوع دوم درس ما که عبارت از شبکه غذایی هم هست صحبت میکنیم. شاگردای عزیز، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و یک گروه دیگه که عبارت از تجزیه کنندگان هست را از روز قبل آشنا هستیم. اگر از بین اینا ما چندین مصرف کننده را در نظر بگیریم، مصرف کنندگان مختلف، هر کدام اینا از یک نوعی از مواد غذایی که خودشان انتخاب میکنن استفاده میکنن و بین اینا هم تفاوت هایی وجود داره که ما میتونیم گروپ بندی کنیم و اونا را به مصرف کننده اولی و دومی تقسیم بندی کنیم. پیشتر بر شما مثال خرگوش را دادم. خرگوش عبارت از حیوانی هست که از نبات تغذیه میکنه و خودش عبارت از مصرف کننده اولی هست. حالا اگر یک حیوان دیگر را در نظر بگیریم که او میآید و خرگوش را به تغذیه خود انتخاب میکنه، او حیوان مصرف کننده دومی هست، میآید و خرگوش را برای تغذیه انتخاب میکنه و در همین زنجیره غذایی انرژی را انتقال میده. انرژی در اول الی آخر این زنجیره غذایی موجود هست و انتقال کرده. شاگردای عزیز، ارتباط همین زنجیرهای غذایی در یک جمعیت را به نام شبکه غذایی یاد میکنیم. پس خود همین مثال ها بر شما این موضوع را واضح ساخت. زنجیره های غذایی را اگر ما در نظر بگیریم و یک جمعیت را در نظر بگیریم، ارتباطی که بین اینا وجود داره عبارت از شبکه غذایی هست. شبکه غذایی برای ما چی را ارائه میکنه؟ ما میتونیم این را بفهمیم که مسیر جریان انرژی در جمعیت چگونه هست و برای ما همچنان واضح میسازه که یک موجود زنده توسط کدام موجود زنده و یا هم توسط کدام ها، یعنی یک موجود زنده دیگه یا هم چندین موجود زنده دیگه ای که مورد استفاده قرار میگیره کدام ها هست و درباره این موضوع ما کامل میتونیم معلومات به دست بیاریم. یک موجود زنده را میفهمیم که کدام مواد غذایی را برای استفاده خود انتخاب میکنه. پس شاگردای عزیز، گروه مصرف کنندگان هم تقسیم بندی شده و هر کدام اونا یک نوع متفاوتی از مواد غذایی را
در بر میگیره و مورد استفاده خود قرار میده، همه اونا در زنجیره غذایی شامل هست. و اگر ما هر کدام این موجودات زنده را در نظر بگیریم، با همون محیطی که اینا هستن در نظر بگیریم و به طور کلی با دیگه موجودات زنده مقایسه کنیم، ما میتونیم به مفهوم شبکه غذایی پی ببریم. شاگردای عزیز، شبکه غذایی را به نام فود وب هم ما یاد کرده میتونیم. خب شاگردای عزیز، حالا بر شما درباره بخش دیگه درس ما که هرم انرژی هست صحبت میکنم. با خواندن هرم انرژی ما با بعضی از سوالاتی که حالا در ذهن همه ما هست جواب پیدا میکنیم. من بر شما چندین موضوع را اشاره کردم، تک تک اونا را حالا براتون جواب میتم. پس هرم انرژی موضوع را برای ما واضح تر میسازه. شاگردای عزیز، من براتون گفتم نباتات عبارت از تولید کنندگان هستن، غذای خود را خودشان به دست میارن تحت تاثیر نور آفتاب توسط عملیه فتوسنتز. اونا میاین غذا را ایجاد میکنن، یک مقدار اکسیژن را هم آزاد میسازن که بعداً ما و شما به خاطر تنفس از او به کار میبریم. همون غذایی را که خود همین تولید کننده یا نبات ساخته عبارت از گلوکوز هست که مورد استفاده نبات قرار میگیره. شاگردای عزیز، همین نبات را اگر در نظر بگیریم، مقدار غذایی را که میسازه و توسط عملیه فتوسنتز به دست آورده، ما گفتم میتونیم برای عملیه های حجروی و به خاطر رشد نبات استفاده میشه و مقداری از انرژی را هم به شکل حرارت ضایع میکنه. شاگردای عزیز، همه تعاملات یا یک مقدار انرژی باید در اون مصرف شود یا باید یک مقدار انرژی آزاد ساخته شود. اینجا مقداری از انرژی به شکل حرارت ضایع میشه و یک مقدار انرژی هست که در همون نبات ذخیره میشه. زمانی که مصرف کننده اولی میاد و از او استفاده میکنه، همون انرژی باید ضروریات او را هم مرفوع بسازه. پس شاگردای عزیز، در بدن او هم ذخیره میشه. باز وقتی که مصرف کننده دومی میاد و از مصرف کنندگی اولی استفاده میکنه، یک مقدار انرژی را مصرف کننده دومی هم به دست میاره. پس شاگردای عزیز، گفتم میتونیم که مصرف کننده دومی باید چند مصرف کننده اولی را بخوره تا انرژی لازم فعالیت های خود را به دست بیاره. این نشان میده که خود نبات تمام انرژی خود را و تمام نیازهای خود را مرفوع می ساخت توسط ساختن غذا طی عملیه فتوسنتز و تا جایی برای خودش کفاف میداد، ذخیره هم در بدنش میشد. مصرف کننده اولی وقتی از او استفاده میکرد، مقدار انرژی در بدنش بیشتر بود، اما در بدن مصرف کننده دومی کمتر هست. نشان میده که مصرف کننده دومی نیاز داره که باید چندین مصرف کننده اولی را بخوره تا انرژی لازم را برای پیش برد فعالیت های خود به دست بیاره. شاگردای عزیز، خود شبکه غذایی را اگر ما در نظر بگیریم، زنجیره غذایی را در نظر بگیریم، در هر سطح موجودات زنده کمتر شده میره و تغییرات را ما میتونیم واضح ببینیم. پس اگر در نظر بگیریم همین موضوع را، یک مقداری از انرژی کاسته میشه. همین ضایع شدن انرژی در نتیجه زنجیره غذایی اگر به شکل یک هرم ارائه شود، ما همین را به نام هرم انرژی یاد میکنیم. پس شاگردای عزیز، اگر هرم انرژی رو براتون تعریف کنم، میگم هرم انرژی عبارت از یک دیاگرام هست. دیاگرامی هست که کم شدن انرژی را در زنجیره غذایی برای ما ارائه میکنه. نشان میده که همو هرم انرژی زمانی که کم شده رفته و اونایی که در پایین ترین سطح قرار داره کمترین انرژی را دارا می باشه. پس شاگردای عزیز، از درس امروز ما میتونیم نتیجه گیری کنیم که انتقال انرژی با همین زنجیره غذایی و شبکه غذایی معلوم میشه و هرم انرژی هم برای ما میتونه یک دیاگرام را ارائه کنه از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح که همین دیاگرام نشان دهنده کم شدن انرژی می باشه. کم شدن انرژی در کجا؟ در خود همون زنجیره غذایی که مورد بحث ما هست. شاگرد عزیز، اگر مثال نبات، خرگوش و یک حیوان بزرگ را در نظر بگیریم مثل شیر، در هر کدام اینا انرژی که از همون نبات اولی به دست آمده یکی پشت دیگه کاسته میشه. در مصرف کننده اولی کم شده، در مصرف کننده دومی از او که بیشتر کم شده، ضایع شده. ما به نام هرم انرژی همین دیاگرام را یاد میکنیم. ما امیدوار هستم همتون این موضوع را یاد گرفته باشین. کسی در درس امروز سوالی نداره؟ بسیار خوب.
خب شاگردای عزیز، بعضا ممکن هست مصرف کننده سومی هم شامل باشه، اما اگر او را هم در نظر بگیریم و به ترتیب تولید کنندگان، مصرف کنندگان اولی، دومی و سومی در یک هرم غذایی، در یک هرم انرژی، کم شدن انرژی را برای ما ارائه میکنه. شاگرد عزیز، این درس در خانه تکرار کنین. ما امیدوار هستم موضوع را یاد گرفته باشین. بر شما کارخانگی هم میتونم، کارخانگیتان هم مثل که درسای ما 3 جزء داشت، کارخانگی شما هم 3 جزء داره، درباره زنجیره غذایی، درباره شبکه غذایی و هرم انرژی جداگانه نوشته میکنین و خوب دقت می داشته باشین که سوالات را مفصل جواب بتین، مثال بتین، مثال های بیرون از کتابتان، چیزی که خودتان میتونین فکر کنین، نوشته میکنین و روز بعدی با خود میارین. تا درس بعدی و یک موضوع جدید، همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.